به دوره مجازی من خوش اومدید. قسمت اول تکنیک هیدروپلاست رو موهای به شدت آسیب دیده و موهایی که تازه 2 روزه به کلور کامل شده. میخوام این تکنیک رو بهتون آموزش بدم که بتونید رو موهای خیلی آسیب دیده با درصد آسیب خیلی بالا کار انجام بدید تو روی موهایی که فلسش بازه. من این دوره رو چون هم به عنوان آپدیت ضبط کردم هم به عنوان دوره‌های 0 تا 100، پس به خاطر همین همه ریز موادها و ریز موردها رو بهتون میگم. من این مو رو چون درصد آسیبش رو میتونید تخمین بزنید بالای 50% هست، همونطور که توی قسمت تئوری بهتون آسیب ها رو توضیح دادم، این مو درصد آسیبش بالای 50%. پس به خاطر همین اصلا از شامپوهای قلیایی استفاده نمی‌کنم و من یه شامپوی خیلی معمولی به این مو زدم و آب مو رو در حدی که بتونم با حوله بگیرم که آب نچکه آب مو رو گرفتم. مو رو یه دور شونه میکنم خیلی آروم و به 4 قسمت تقسیمش میکنم. خب برای موهای آسیب دیده بهتون گفتم که حتما ساختمان مو باید آماده باشه برای پذیرش مواد صافی. من ساختمان مو رو با محصول گلد پلکسمون که یه پلکس خیلی قویه، رفع کیسانی و رفع خشکی رو همزمان براتون انجام میده، روی این درصد رطوبت براتون مواد گذاری میکنم. نوع مواد گذاری رو نشون میدم. اصلا نیازی نیست لایه های نازک بردارید. قسمت پایین مو درصد آسیب بیشتری داره. دست پر مواد میزنم. تو این مرحله خیلی دقت کنید که گرمای دستتون و ماساژ توی مرحله خیلی مهمه. نیازی نیست موهای خیلی آسیب دیده رو خیلی شونه کشی کنید، مخصوصا با شونه های پلاستیکی، ولی حتما ماساژ رو فراموش نکنید. انقدر قدرت جذب این مواد بالایه و این محصول کاملا نانو هست. همون لحظه ای که شما مواد رو به مو میزنید میتونید درصد آمینو اسیدی که وارد مو میشه کاملا حس کنید و زیر دستتون میبینید که چقدر مو داره نرم میشه. مویی که تو شونه من کنده میشد. لایه بعدی گفتم لایه ها اصلا نیازی نیست که لایه ها رو نازک بگیرید، چون این مواد انقدر ریز مولکوله که به همین کلفتی هم اگه سکشناتون رو بردارید قدرت نفوذ رو این مواد داره، ولی حتما موادهای احیا کن رو دست پر بزنید. برای موهایی که درصد آسیبشون خیلی بالاه، توی قسمت تئوری هم گفتم، باز براتون یادآوری میکنم، اصلا از بسترسازهای تهاجمی استفاده نکنید. سعی کنید از بسترسازهایی استفاده کنید که پیوندهای مو رو دوباره به هم بچسبونه. به این شکل مو رو میچسبونیم به کمر مشتری. خب من کل موهای مشتریمو مواد گذاری کردم. خیلی آروم با موهای دکلوره شده کلا خیلی آروم برخورد کنید. خیلی شونه کشی نکنید. از شونه های دندون ریز خیلی استفاده نکنید، چون خود اون شونه ها باعث این میشه که موهاشون شکننده تر بشه، چون مو تازه دکلوره شده، فلس مو کاملا بازه و مو خودش در معرض آسیب هستش. من این مو رو مواد گذاریش تموم کردم، یعنی کل این مو رو چون سکشن های کلوف برداشتم، فکر میکنم 10 دقیقه مواد گذاریش طول کشید. من میتونم این مواد رو نسبت به آسیب مو از 20 دقیقه تا 45 دقیقه مکس داشته باشم. کامل کاور میکنم، چون موادم گازوبو نداره. موادهایی که گازوبو ندارن از ریشه میتونن کاورشن و بعد از 45 دقیقه این مو رو میبرم سر سرشکوب، کامل آب کشی میکنم و مرحله دوم مواد گذاری. دقت کنید، ما از محصول گلد پلکس شرکت آرکی برای بسترسازیشون انجام دادیم.
30 دقیقه کافی بود. یعنی من بعد از 30 دقیقه وقتی تست کیسانی گرفتم کاملا مو سفت شده بود، محکم شده بود. اگه دقت کنید از اینجا، یعنی دقیقاً از خط دکلوره قبلی این مو همچنان صافه و این صافی پارساله که خودمون براشون انجام دادیم. با وجود اینکه ترمیم دکلوره کردن بالای مو وزه ولی پایین مو همچنان صافه. من این مو رو کامل 100% سر سرشور آب کشی کردم. یعنی محصولاتی که بر پایه پلکس هستن نباید اتو کشی بشن. وقتی میبری سر سرشور کامل آب کشی کنید. و الان قرار محصول بلک چاکلتمون رو بزنیم که یه محصول عام هستش برای انواع موه، ولی من برای موهای دکلوره و آسیب دیده استفاده میکنم. این محصول حتما باید رو موهای خشک زده بشه. من این مو رو کامل خشک کردم ولی یک لایر براتون خیس میکنم، تست کیسانی میگیرم که شما مطمئن بشید که من بعد از اینکه این مو رو از سر سرشور آوردم این مو رفع کیسانی شده. چون مویی که رفع کیسانی نشه به هیچ عنوان نباید مواد کراتین روش بزنید. شاید نیاز باشه حتی یک موی رو 2 بار بسترسازی کنید، ولی با محصول گلد پلکس واقعا نیازی نیست که یه موی رو 2 بار یا 3 بار بسترسازی کنید. مو رو کاملا با آب پاش خیسش کردم و براتون دارم تست کیسانی میگیرم. ببینید که چقدر مو محکم شد. ولی قبل از اینکه اون رو بزنم وقتی میکشیدم پایین مو کاملا کنده میشد. من میتونم از قسمت پایین مو هم براتون تست بگیرم. اینم قسمت پایین مو کامل رفع کیسانی شد. مو رو 100% خشک میکنم، به 4 قسمت تقسیم میکنم و مواد گذاری رو دوباره براتون فیلم میگیرم. خب مو رو به 4 قسمت تقسیم میکنم. باز هم تاکید میکنم محصول بلک چاکلت ما روی موهای خشک مواد گذاری بشه. کاملا خط کراتین قبلیشون کاملا مشخصه، پایین مو همچنان صافه و بالای مو وزه. بازم نمیخواد سکشن های خیلی نازک بگیرید. موادهای ما انقدر ریز مولکول هستن، قدرت نفوذ بالایی دارن که شما اگر لایه هاتون رو کلوفترم بردارید همه جای مو مواد نفوذ پیدا میکنه. ماساژ فراموش نشه. مواد رو 1 سانت مونده به ریشه بزنید و به هیچ عنوان نذارید مواد به ریشه موهای مشتریتون بخوره. خیلی مو رو شونه کشی نکنید، مخصوصاً موهایی که انقدر پایه دکلوره بالایی دارن و کامل بلیچ هستن، یعنی هایلایت نیستن، خیلی آسیب پذیرتر هستن. پس توی مواد زنی، اتو کشی، شستشوی اولیه، همه موردها باید به موهایی که پایه خیلی بالایی دارن و کامل بلیچ هستن دقت کنید. بچه‌ها مواد گذاری من همیشه دست پر انجام میشه. یعنی مواد رو انقدر کم نمیزنم که اگه بعدش چه بخوام سبکسازی بکنم و چه نکنم بخواد مواد کمی رو موهای مشتری بمونه. همیشه موادامو دست پر میزنم. و یک نکته در مورد این محصول بهتون بگم که این محصول آنزیمی نیست و سبکسازی نداره. یعنی یه محصولی که حتی به صورت فست کراتین هم شما میتونید اینو استفاده کنید. یعنی شب عیده و سالن شما خیلی شلوغه و شما واقعاً تایمی ندارید که موهای مشتری هاتون، هر مشتری 1 ساعت زیر مواد گذاری بمونه. یعنی این مواد رو بزنید حتی در حد 10 دقیقه رو موهای مشتریتون بمونه کفایت میکنه. میتونید کار اتو کشی رو شروع کنید، ولی اگر تایم دارید از 20 دقیقه تا 45 دقیقه بذارید مواد رو موهای مشتریتون بمونه. من یه چند تا دیگه سکشن رو براتون فیلم میگیرم و بعد میره تو تایم مکس و میای مو رو خشک میکنیم و شما طریقه خشک کردن موهای مشتری رو میبینید. مواد به هیچ عنوان موادی نیست که سبکسازی داشته باشه. من حتی به قسمت هایی که مو همچنان صافه و صافی پارسال روی موهاشه باز هم این مواد رو میزنم، چون این موادمون سرشار از پروتئین خالصه. حتی
کراتین پارسالشون رو شارژ که میکنه کار احیا انجام میده. کاملا اگر حالا کراتین کار باشید مشخصه که وقتی من دارم مواد رو به مو میزنم مو کاملا زنده میشه. توی موهای دکولوره شده که اکثر حالا دوستان باگ دارن تو این کار، انتخاب اشتباه مواده. یعنی شما یه مویی که میاد زیر دستتون، تو قسمت تئوری هم گفتم اول از همه باید آسیب رو تشخیص بدید. اگر آسیب رو به درستی تشخیص بدید و متریال رو به درستی انتخاب کنید، قطعاً یه خروجی خوبی دارید. ولی اگه شما از بهترین متریال استفاده کنید، اتوکشی صحیح هم انجام بدید، ولی انتخاب متریالتون یه انتخاب اشتباه باشه، قطعاً خروجی خوبی نخواهید داشت. کل موهاشو مواد زنی کردم، دست پر مواد زدم، میام موهاشو کاور میبندم. قسمت ریشه حتما با مواد بلک چاکلت بیرون باشه، یعنی مشتریتون رو کامل کاور نکنید. ریشه موها بیرون، کاور رو میبندم روی موهاش و 45 دقیقه مکس میکنم. خب کاور رو روی موهای مشتری بر میدارم. بعد از 45 دقیقه مکس میام مواد اضافی رو، چون دوستان بهتون گفتم من مواد زنی رو پر انجام میدم، شاید نیاز باشه وقتی مواد زنی رو پر انجام میدم قبل از اینکه موهاش رو سشوار کنم حتما مواد اضافی رو با شینه میگیرم، چون دیگه تایم مکس هم تموم شده و من نیاز به مواد اضافی روی مو ندارم. تو این مرحله بعد از اینکه اومدم با شونه مواد اضافی رو گرفتم، به هیچ عنوان با باد گرم موهای مشتریمو خوش نمیکنم، چون مواد از رو موهاش میپره. با باد سرد ملایم رو به سرد میام موهاشمو خوش میکنم و اصلا نیازی نیست مثل کراتین های قدیمی، نسل قدیم توی محل مو رو براشین کنید کلی دود همه جا رو بگیره. فقط با باد ملایم موهاشو خشک میکنم و بعد از خشک کردن میریم تو مرحله اتوکشی که مهمترین مرحله اتوکشی اینه که شما اول تست دما بگیرید. یعنی ما نمیتونیم ثابت بگیم که یک مو با چه دمایی اتوکشی بشه. ما اول مو رو خشک میکنیم، میایم تست دما میگیریم و حتما بعد از تست دما اول با یک دمای پایین موها رو احیا میکنیم و مو رو آماده میکنیم برای جذب مواد تو مرحله بعدی و بعد دمای اتومون رو میبریم یک کم بالاتر و اتوکشی صافی مو انجام میدیم. خب یه توضیح دوباره میدم که ملکه ذهنتون بشه. ما این مو رو شستیم با شامپوی معمولی، شامپوی قلیایی به موهاشون نزدیم. چرا؟ چون هم تازه دکولوره شده بود و هم چون پایه خیلی بالایی داره، کوتیکل مو بازه و نیازی نداره با شامپوی قلیایی ما دوباره کوتیکل رو باز کنیم. یعنی حتی شامپوی قلیایی به این مو زدن باعث میشه که این مو دوباره آسیب ببینه. با یه شامپوی مخصوص موهای رنگ شده ما این مو رو شستیم، آوردیم روی موی نمدار، فقط در حدی که آب نچکه از موهاش، با حول نم موها رو گرفتیم و محصول گلد پلکسمون رو زدیم. محصول گلد پلکسمون رو به صورت تک فاز به موهاش زدیم. 40 تا 45 دقیقه، از 20 دقیقه تا 45 دقیقه میتونید مکس کنید. 40 دقیقه رو موهاش نگه داشتیم، کامل آب کشی کردیم چون پلکس نباید توی مو بمونه، خشکی میاره اگه اتو کشی بشه. بعد موها رو اومدیم 100% خشک کردیم و محصول بلک چاکلتمون رو موهاشون اپلای کردیم. حالا یه توضیحی میخوام اینجا بهتون بدم. محصول بلک چاکلت ما رو میتونید توش کمی بلک خاویار برای پیگمنت موهایی که دوست دارن به طرف دودی بره، یعنی دوست ندارن بیس موهاشون کرم بمونه، میتونید تو محصول بلک چاکلتمون اندازه 30% از 100 30% به موهاشون خاویار بزنید که رفله موهاشون به طرف دودی و رنگ سرد بره. ولی من این کارو نکردم چون میخواستم اساسمون رنگ کرم بمونه. و یه مطلب دیگه، اگر این مو تمام دکولوره نبود و درصد آسیب پایین تر بود، من میومدم بلکبری رو میزدم، سبک میکردم و بعد بلک چاکلت رو میزدم. یه ترکیب دیگه هم میتونم بهتون آموزش بدم، این که ترکیب بلکبری و بلک چاکلت.
بلک بریمون 30%، 70% بلک چاکلتمون. این کارم اگر انجام بدید رو موهای دکولوره شده، باز هم بیسمون به طرف دودی میره که من باز روی این مواد رو اپلای نکردم. ولی حتما تو آموزش‌های بعدی ترکیب این دو مواد رو هم بهتون میگم. این مواد اسیدی آنزیمی هست، پایه اساس مواد سفته و این مواد آنتی فریز هست. خب بعد از اینکه من بلک چاکلت رو اپلای کردم روی این مو خالص بدون هیچ موادی که اضافه کنم، یعنی هیچ ترکیبی من برای این مو نزدم، میخواستم تکفاز براتون کار کنم که تکفاز آموزش ببینید. خود این مواد روی این مو برای شما ریشه گیری میاد، یعنی مشتری شما بیاد همچنان پایین موهاش صاف و براقه. 45 دقیقه مکس کردم بدون اینکه مو رو سبک کنم، کامل 100% مو رو با باد سرد سشوار خشک کردم. براشینگ به هیچ عنوان نکردم. باز هم تاکید میکنم موادهای نسل جدید نیاز به براشینگ های حرفه‌ای نداره، فقط کافیه شما با باد سرد موها رو خشک کنید. من مو رو خشک کردم و دوباره به 4 قسمت تقسیمش میکنم. سکشنی که برمیدارم نباید نازک باشه که مو آسیب نبینه. ببینید قبلا به شما میگفتم باید تارهای مو خیلی نازک باشه، ولی من دارم بهتون آموزش میدم که اگر موها رو خیلی نازک بردارید میتونید با همون اتو کشی به مو آسیب بزنید. و یه مطلب خیلی مهم این که چه اتویی استفاده کنید. من برای موهای دکولوره و موهای دکولوره با پایه بالا و موهای آسیب دیده از اتوهای صفحه سرامیک استفاده میکنم. به هیچ عنوان اتوهای صفحه تیتانیوم رو به این مو نمیزنم. اولین علتش اینه که صفحه تیتانیوم خیلی دمای بالایی داره و علت دومش اینه که رنگ بری داره. من نمیخوام رنگ موهای مشتری به طرف زردی بره. و یه مطلب خیلی مهم، کراتین های احیا بعد از کار دکولوره توی کراتین های قدیم میومد موهای مشتری شما رو پایش رو پایین تر می آورد. یعنی مثلا مشتری موهاش رو رنگولایت کرده، خیلی از رنگولایتش راضیه، ولی میره یه جایی کراتین میکنه و 2 پایه با کراتین موهاش پایش میاد پایین تر. یعنی وقتی میاد پیش شما برای کار رنگساژ میبینی که رفته یه جای دیگه موهاش رو کراتین کرده و مو کاملا زرد شده. اون به خاطر یک موادی که استفاده میکنن، یه سری موادها کلا مو رو به طرف زردی میبره، حتی تو موهای نچرال. 2 به خاطر فشار دست کراتین کار. فشار دست کراتین کار انقدر بالا بوده که مو رو، اون مویی که خیلی زرد میشه، من میگم رنگدانه های مو رو سوزونده. هم مو سوخته، هم فشار دست بالا بوده، هم متریال مصرفی یه متریال اورجینال و با کیفیت نبوده. بلک چاکلت موهای شما رو پایش رو پایین که نمیاره، حتی پایه موهای شما رو روشن‌تر و براق‌تر میکنه. من دمای اتومو میذارم روی 180. توی اتوهای رمینگتون دماها با اتوی لیس فرق میکنه. 180 تست دما میگیرم. ببینید ما توی آموزش‌های جدید، تو آپدیت‌های جدید اصلاً نه دمای مشخصی داریم، نه تعداد مشخصی داریم. شما باید انقدر کار کرده باشید که بدونید وقتی یه موی رو دارید اتو کشی می‌کنید راحت به تست دما برسید. یعنی وقتی اتو می‌کنید ببینید این دما برای این مو پایینه یا بالاه. من طبق تجربه‌ام برای این مو و این ضخامت 180 رو در نظر می‌گیرم، تست دما می‌گیرم، می‌بینم با 180 موهاش اوکی هست یا نه. فشار دستم تو موهای دکولوره به هیچ عنوان نباید بالا باشه، یعنی خیلی آروم. موهاشو خیلی لایه های نازک بر نمیدارم که با اتو کشی آسیب نبینه. به نظر من با 180 دمای این مو خیلی خوبه. من فعلا با 180 یه دور اتو کشی میکنم، با این دما به مو احیا میدم و با دمای بعدی که اتو کشی پلکانی هست به مو صافی میدم. ببینید من توی ریشه که مو سرزنده تره، مو تازه تره و درصد آسیب توی مو کمتره، تعداد دفعات اتو کشی من از نوک مو بیشتره. هیچ وقت نمیام از بالا تا پایین و یک سره اتو کنم، چون موهای مشتری من نوک موهاش موی ضعیفتریه و توان فشار دست بالا و دمای بالا رو نداره. اگر قرار باشه ریشه رو
5 الی 6 بار اتو کنم، میام نوک موهاش رو 2 بار اتو میکنم. اگر نوک مو از اینم ضعیفتر بود بذارید 2 لایه بریزه، 3 لایه بریزه، پایین مو رو 2-3 لایه که شد با هم اتو کشی کنید. ببینید 180 تست دما گرفتم، خیلی دمای خوبیه برای این مو. برای مرحله احیا اتو کشی این مواد نسبت به موادهای دیگه خیلی راحته و خیلی تعداد دفعات اتو کشیش پایین تره. ببینید نمیتونم بهتون بگم مثل آموزش های دیگه توی این مرحله بیا 10 مرتبه بزن، چون شما 10 مرتبه میزنی میشموری و میزنی، یه وقتی یه موی با 10 بار کامل جذب نمیشه موادش و شما میری تو سکشن بعدی، در حالی که اون قبلی هنوز نیاز به اتو داره، ولی یه جاهایی یه موهایی شما 10 بار میزنی با 10 بار خشکش کردی، دیگه موادی نذاشتی بمونه روی مو برای مرحله بعدی، چون قراره ما اتو کشی پلکانی انجام بدیم. پس من باید انقدر اتو کنم که موهای مشتری من عین ورق بریزه. میرم تو دوره بعدی، باز تأکید میکنم نباید سکشن ها رو نازک بردارم، چون نازک برداشتن موهای مشتریم باعث میشه موهای مشتری من با دمای اتوی من آسیب ببینه. لایه‌مو رو برمیدارم، بازم تاکید میکنم اصلا این خیلی کلیپ های اینستاگرام من دیدم تو قسمت ریشه، این صدا اصلا نباید تو کارتون باشه. خیلی آروم اتو کشی میکنید. در مورد موی دکولوره دارم میگم، شونه کشیش، اتو کشیش، مواد گذاریش، تمام قسمت های موی دکولوره باید با ظرافت خاصی انجام بشه که بتونید یه خروجی خوب بگیرید، چون به هر حال یه موی زیر دست شماست که تمام پیگمنت ها و همراه پیگمنت ها پروتئین های مو رو از دست داده، مخصوصا مویی که اومده به این پایه رسیده. مواد بلک چاکلت ما موادی هست که شما حتی 1 روز بعد از دکولوره میتونید این مواد رو روی مو اپلای کنید. خب ببینید در مورد پایین مو، من پایین موهاشو اتو نکردم، اومدم تا کمر مو که مو سرزنده است اتو کردم و اومدم قسمت پایین مو رو با قسمت قبلی که اتو کرده بودم یکی گرفتم و بعد اتو کشی کردم، چون اگه می اومدم قسمت بالا و پایین رو توی یک مرحله اتو میکردم امکان داشت پایین موهاش آسیب ببینه. تمام نکات در مورد اتو کشی رو بهتون گفتم. من کل مو رو میرم با 180 میزنم و در پایان کار قبل از اینکه برم دور دوم رو براتون اتو کشی کنم باز براتون ویدیو میگیرم. خب من این مو رو کامل 1 دور با 180 زدم، موهاشون رو کاملا احیا کردم. شاید از نظر شما دمای 180 برای مو خیلی پایین باشه، ولی ما تو مرحله اول فقط مواد احیا رو داریم، یعنی صافی از این مو نمیخوایم. و بعد دوباره مو رو تقسیم کردم. اتو کشی های ما برای موهای نچرال و دکولوره شده هیچ فرقی نمیکنه، کاملا پلکانی میشه. و اومدم برای مرحله دوم سکشن های موهامو از مرحله اول یه لایه کلوفتر برداشتم و با دمای 230 درجه اتوی رنینتون دوباره این مو رو 1 مرحله دیگه اتو کشی کردم. تو اتو کشی دور دوم نیازی نیست که لایه هاتون رو خیلی نازک بردارید. لایه ها رو از لایه های قبلی تقریبا یه سکشن کلوفتر بردارید. اتو کشی دوباره تو ریشه بیشتر، فشار دستتون روی اتو تو ریشه بیشتر و وقتی دارین به طرف ساقه میاد فشار دستتون رو شلتر کنید، یعنی اتو رو به آرومی بکشید پایین. اصلا سرعت اتو کشیتون تو موهای دکولوره نباید خیلی بالا باشه، خیلی آروم تا نوک مو بیاین و نوک مو رو حرارتش رو حبس کنید و ول کنید و کارتون که کلا تمام میشه. یه قلقی بهتون بگم برای اینکه موهاتون بعد از اتو کشی و بعد از شستشو به صورت پرتابی نیاد بالا. اکثر موهایی که میبینیم بعد از شستشو رو به بالا هست، علتش اینه. کارتون که تمام شد با 230 اتو کشی پلکانی کردید، تمام شد، مو خنک شد، دوباره دمای اتو رو میذارید روی 230 درجه، لایه های خیلی کلفت، شروع میکنید پایین مو رو اتو کشی کردن و تمام موخوره ها رو تو این قسمت میخوابونید با برستون. انقدر اتو میکنید که پایین موهاتون کاملا مثل بالای مو دون دون وایسته.
ببینید اگر مو به راحتی تکون خورد یعنی کامل مواد جذب شده، ولی اگه موها به هم چسبیده بود و انقدر راحت ورقه‌ای نمیشد یعنی این مواد هنوز نیاز به اتوکشی داره. اتوکشی این مو کلاً 2 ساعت بیشتر طول نکشید، چون این موادهایی هستن که بازم تاکید میکنم ریز مولکولن و خیلی سرعت اتوکشی شما رو میاره پایین. لایه های کلوف بر میدارم، کلاً پایین مو رو اتو میکنم. فکر میکنن که موهایی که آسیب دیده پایینش نباید اتو بشه، اینجوری نیست، باید اتو بشه ولی با لایه های کلوف و فشار دست خیلی پایین. فشار دستتون تو قسمت آسیب دیده مو باید کمتر باشه. غبار مواد هم در همین حدی هستش که تو فیلم میبینید. الان میذارم مو خنک میشه و میبرم موها رو میشورم، میارم ماسک رو اینجا میزنم که شما طریقه زدن ماسک روی موهای دکولوره شده هم آموزش ببینید. تمام، اتوکشیمون تموم شد. مو رو کامل میاریم سر سرشور و کل موادی که روی مو بوده رو تخلیه میکنیم. توی این مرحله خیلی باید دقت کنید که هیچ موادی نباید روی موهای مشتریتون بمونه. چرا؟ چون که امکان داره توی این 2-3 روزی که نباید حموم بره این مواد تو ریشه بمونه و باعث ریزش موهای مشتریتون بشه. پس تو این مرحله که همه فکر میکنن مرحله مهمی نیست، خیلی دقت کنید و کف سر اسکالپ موهای مشتریتون رو خیلی تمیز بشورید. الان مو رو میشوریم و میریم تو مرحله بعدی، زدن ماسک تثبیت رو هم بهتون میگم. توی مرحله موهاشون رو کاملا با آب روب سرد شستیم و تو این مرحله من برای تمام کارهای احیا و صافی از محصول گلد پلکس استفاده میکنم. گلد پلکس یه ماسکیه که خیلی آبرسانی بالایی داره و برای کارهایی که توش اومدی اتوکشی کردی و امکان داشته که مو توی اتوکشی یه کوچولو خشکی گرفته باشه، من حتما بعدش گلد پلکس میزنم. برای تمام تراپی هام، چه تراپی های گرمم چه تراپی های سردم، هم میاد برام کمک میکنه موهامو آبرسانی میکنه و هم یه شاین خیلی خوبی در پایان کارم میده. یه خورده سرتون رو به جلو خم کنید و میذارم این ماسک 20 دقیقه رو موهاش بمونه. حتما الان سوال میکنید که بعد از زدن این ماسک آیا حتما باید دوباره ماسک شماره 3 کراتین رو بزنیم؟ بله. ماسک شماره 3 کراتین نقش کاندیشنر رو داره، یعنی با ماسک کلا کارش فرق میکنه. ماسک براتون آبرسانی انجام میده، کاندیشنرها کوتیکل مو رو میبنده. پس شما وقتی که این ماسک رو میزنید دوباره میتونید این مواد رو آب کشی کنید و بعد کاندیشنر یا همون ماسک شماره 3 کراتین رو بزنید. 10 دقیقه با اون مواد موهاتون رو مکس بدید و بعد آب کشی کامل و خشک کردن با باد گرم 3 شوار. من وقتی ماسک رو میزنم موهامو حتما شونه کشی میکنم که این ماسک به همه جای موهای من بخوره، چه بر موهای نشار چه دکولوره. من گلد ماسک رو حتما استفاده میکنم. یه سری محصولات در پایان کار هستن که شاید شما خیلی بابتش هزینه ندید ولی واقعا کمک میکنه تو خروجی کاراتون. کارهایی که توی اینستاگرام میبینید که این همه شاین داره خیلی هم غیر واقعی نیستن. میان در پایان کار از یه سری متریال های لیپیدی، LPP ها، ماسک های لیپیدی مثل همین ماسک ها میان استفاده میکنن و قسمت کوتیکل مو رو ترمیم میکنن. میدونید که درخشندگی یک مو بستگی به کوتیکل اون مو داره. هر مویی که کوتیکل سالمی داشته باشه شاین داره و درخشنده است. خب اینم پایان کار موهای مدل عزیزمون. دوباره بهتون میگم با محصول گلد پلکسمون یه بار دیگه تو دوربین بهتون نشون میدم. براشون کار بسترسازی انجام دادیم، کامل آب کشی کردیم، تک فاز براشون محلول بلک چاکلت رو زدیم بدون سبکسازی. اومدیم مو رو با باد سرد خشک کردیم. 2 مرحله 180 و 230 درجه
براشون با اتوی رمیتون اتو کشی کردیم و در پایان کار برای شاین موهاشون اومدیم از محصول گلد ماسکمون استفاده کردیم و الان این مو رو شستیم و فقط با باد گرم سشوار خشکش کردیم. انشاءالله سال بعد همین موقع تشریف میارم بر ریشه گیری موهاشون.